میدونستی نسل جدیدی از سلاح‌ها اومدن که جنگ‌ها و سرنوشت جنگ‌ها رو تغییر میدن؟ موشک‌های فراسوت یا هایپرسونیک سلاح‌هایی هستند که حتی رادارها هم به سختی میتونن ردیابیشون کنن. اونا آینده جنگ‌های مدرن رو شکل میدن. توی این ویدیو با این تکنولوژی فوق‌العاده که در دست آمریکاست آشنا میشیم. اینکه این فناوری چطور کار میکنه و آیا آمریکا واقعاً توی این زمینه از رقیباش جلوتره یا نه، چیزیه که توی این ویدیو میبینی. پس تا انتها با من همراه باش. اول ببینیم موشک‌های فراسوت چیان. موشک‌های فراسوت سلاح‌هایی هستند که با سرعتی بیش از 5 برابر سرعت صوت حرکت میکنن. یعنی چیزی حدود 6000 کیلومتر بر ساعت و یا حتی بیشتر. این موشک‌ها میتونن به طور ناگهانی تغییر مسیر بدن، از سد دفاع هوایی عبور کنن و هدف رو با دقت بسیار بالا مورد اصابت قرار بدن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ پاسخش ساده است: سرعت و قدرت. با این تکنولوژی زمان واکنش دشمن تقریباً به 0 میرسه. بریم سراغ پروژه های فراسوت آمریکا. ارتش آمریکا چندین پروژه کلیدی برای توسعه این فناوری داره. یکی از اونا موشک AGM-183 ARRW. این موشک میتونه به سرعت 20 ماخ برسه، یعنی تقریباً 25000 کیلومتر بر ساعت. آمریکا روی یه پروژه دیگه هم کار میکنه به اسم HACM. این موشک با کمک نیروی هوایی و تکنولوژی‌های پیشرفته به عنوان یکی از سریع‌ترین و دقیق‌ترین موشک‌های فراسوت جهان شناخته میشه. اما رقابت سخته. روسیه با موشک‌های آوانگارد و چین با پروژه‌های سری خودش سعی دارن آمریکا رو پشت سر بذارن. آمریکا در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری عظیمی روی توسعه موشک‌های فراسوت هایپرسونیک کرده تا در رقابت نظامی با کشورهای چین و روسیه از برتری فناوری برخوردار باشه. این پروژه ها بر 2 محور اصلی تمرکز دارند: موشک‌های فراسوت هدایت شونده و موشک‌های فراسوت بالستیک. بریم AGM-183 ARRW که مخفف Air Launched Rapid Response Weapon هست رو بررسی کنیم. این موشک فراسوت هواپرتاب توسط نیروی هوایی آمریکا و شرکت لاکهید مارتین طراحی شده. هدف این پروژه ایجاد یک سیستم تسلیحاتی با قابلیت دسترسی سریع به اهداف در فواصل دور و با دقت بالاست. گفتم سرعتش بیش از 20 ماخه، یعنی 24700 کیلومتر در ساعت. سیستم پرتابش از جنگنده هایی مثل بمب‌افکن B-52 استراتوفورترس هست و بردش بیش از 1600 کیلومتره. این پروژه تاکنون چندین آزمایش موفق و ناموفق داشته. اولین آزمایش کاملش در سال 2022 انجام شد، اما برای ورود به میدان عملیاتی به پیشرفت‌ها و آزمایشات بیشتری نیاز داره تا بشه گفت پروژه عملیاتی شده. اما دومین پروژه آمریکا که گفتم به اسم HACM مخفف Hypersonic Attack Cruise Missile. این پروژه یکی از جدیدترین طرح‌های فراسوت آمریکاست که به منظور تولید موشک کروز فراسوت با قابلیت پرتاب از زمین، دریا یا هوا طراحی شده. این پروژه با همکاری شرکت ریثیان و نیروی هوایی آمریکا توسعه پیدا میکنه. اما اینکه چه ویژگی هایی داره بیا بهت بگم. از فناوری اسکرامجت استفاده میکنه و برای سرعت خیلی بالا و مانور پذیری طراحی شده. سرعتش بیشتر از 5 ماخه و برد چند هزار کیلومتری داره. HACM میتونه با دقت بسیار بالا اهداف ثابت و متحرک رو مورد اصابت قرار بده و به دلیل پرواز در ارتفاع پایین شناسایی و ردیابی اون برای دشمن بسیار سخته. پروژه بعدی CPS Conventional Prompt Strike هست. این پروژه برای توسعه یک سامانه موشکی فراسوت بالستیک با قابلیت حمله سریع به اهداف استراتژیک طراحی شده.
نیروی دریایی و زمینی آمریکا هر دو از این سیستم بهره مند خواهند شد. این موشک طراحی شده تا در زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا و اوهایو استفاده بشه و از گلایدهای فراسوت برای افزایش برد و دقت استفاده میکنه. بین 8 تا 10 ماخ سرعت داره و CPS برای حمله به اهداف استراتژیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن مثل پایگاه‌های موشکی دشمن طراحی شده. پروژه بعدی LRHW Long Range Hypersonic Weapon هست. این پروژه توسط ارتش آمریکا و با همکاری شرکت‌های لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن توسعه پیدا می‌کنه و هدفش ایجاد یک سامانه موشکی با برد بلند و سرعت بالا که توانایی ضربه زدن به اهداف مهم دشمن رو داره. بردش بیشتر از 2800 کیلومتره و سرعتش بیشتر از 17 ماخ و گلاید فراسوتی با قابلیت مانورپذیری برای عبور از دفاع هوایی دشمن رو داره. آزمایش‌های اولیه موفقیت آمیزی داشته و قرار این سیستم در سال آینده به صورت عملیاتی وارد ارتش آمریکا بشه. یکی دیگه از پروژه‌های ارتش آمریکا HAWC Hypersonic Air Breathing Weapon Concept هست. این پروژه توسط DARPA و نیروی هوایی آمریکا برای توسعه موشک‌های فراسوتی با موتور اسکرامجت انجام میشه. HAWC بیشتر با قابلیت‌های پرواز طولانی و نفوذ به دفاع هوایی پیشرفته تمرکز داره. سرعت اون بیشتر از 5 ماخه و از سوخت هوا برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌هاش استفاده شده و البته قابلیت حمله به اهداف ثابت و متحرک رو داره. این پروژه میتونه راه رو برای تولید موشک‌های فراسوتی ارزان‌تر و مؤثرتر در آینده هموار کنه. و آخرین پروژه که توی این ویدیو بررسی میکنم پروژه گلاید بریکر، در حالی که آمریکا روی توسعه موشک‌های فراسوت کار میکنه. پروژه گلاید بریکر به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از موشک‌های فراسوت دشمن ایجاد شده. این پروژه یک سامانه رهگیری فراسوته که توسط DARPA توسعه پیدا کرده. این موشک از هوش مصنوعی برای شناسایی سریع استفاده میکنه و این سامانه میتونه تهدیدات روسیه و چین در حوزه فراسوت رو خنثی کنه. اما ببینیم آمریکا با چه چالش‌های اصلی توی توسعه پروژه‌های فراسوتش مواجهه. این موشک‌ها در سرعت‌های بالا بدنشون باید دمای بیشتر از 2000 درجه سانتیگراد رو تحمل کنن. اینکه بتونن از مواد مناسب برای این موشک‌ها استفاده کنن بزرگترین چالش آمریکا برای این موشک‌هاست. مبحث بعدی هزینه اوناست. پروژه‌های فراسوت بسیار گرونن. تنها یه آزمایش میتونه صدها میلیون دلار هزینه روی دست ارتش آمریکا بذاره. چالش بعدی آمریکا برای این موشک‌ها در مورد دقت و مانورپذیریشونه. حرکت در سرعت‌های بالا باعث میشه هدایت دقیق موشک خیلی سخت بشه. آمریکا با پروژه‌های متنوع و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حال دستیابی به تسلیحات فراسوت پیشرفته است. این فناوری میتونه تعادل قدرت نظامی در جهان رو تغییر بده. با این حال رقابت با روسیه و چین و غلبه بر چالش‌های تکنولوژیک مسیر این پیشرفت رو دشوار میکنه و اگه موفق بشه که ظاهراً در مسیرشه، آینده میدان نبرد به سرعت در حال تغییره و این موشک‌ها از کلیدی ترین عوامل این تغییرن. تو چی فکر میکنی؟ به نظرت این تکنولوژی تعادل قدرت جهان رو به هم میزنه؟ و یا این سوال توی کامنت ها به هم بگو. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.